شروع اسپگاه یعنی سنه 1 سپتامبر در شهر خوجند فعالیت 54 اتوبوس به راه مانده می شود. از کارخانه دولتی کمونالی نقلیات مسافرکشانی شهر خوجند به ما اطلاع دادند که باقی مانده اتوبوس ها مرحله به مرحله به کار آغاز می کنند. خدمت رسانی اتوبوس ها باشد طریق غیر نقدی یعنی توسط کارت های نقلیاتی به راه مانده می شود. در شهر خوجند 3 خط سیر اتوبوس های 1، 2 و 3 اسپگاه رسما فعالیت خود را ادامه می دهند. الحال مسئولین کارخانه دولتی کمونالی نقلیات مسافرکشانی شهر خوجند برای تعمیر و برقرارسازی اتوبوس ها کاربری کرده ایستادند. سرمهندس کارخانه عبدالخالق قهارف اطلاع داد که عین زمان تنها خدمت رسانی بیش از 50 اتوبوس در 3 خط سیر به نقشه گرفته شده است و میگوید باقی مانده اتوبوس ها بعد گذشتن از خدمت رسانی تکنیکی و عوض کردن چرخهای ریزینی مرحله به مرحله به کار آغاز می کنند. این خط سیرها از همین میکرایون سیوم سر می شود تا آخرش تا مرکزی باباجان غفورов وокзал میگن تا اونجا دویمش تا از میکرایون 34 تا شهرکی بوستان میرد باز از سیوم سر کرده از سیوم میکرایون سر کرده تا وی باباجان غفورов باز در اقدام هست که маршрути 4 اینم از همین سیوم میکرایون تا وی گلستان شهری که گلستان خدمت رسانی میکنه. صبح امروز سنه 31 آگوست مسئولین کارخانه دولتی کمونالی نقلیات مسافرکشانی شهر خوجند و نمایندگان مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر با رانندگان و کاندکتران اتوبوس ها ملاقات نمودند. در رفت ملاقات رانندگان و کاندکتران اتوبوس ها به سوال و معماهای خود از مسئولین پاسخ گرفتند. سردار کارخانه دولتی کمونالی نقلیات مسافرکشانی شهر خوجند مظفر رحیم خوجایف هنگام ملاقات با رانندگان تاکید کرد که خدمت رسانی را تنها طریق کارت های نقلیاتی و به پرداختی پولی نقد به راه مانند، زیرا این اقدام کاری راننده و کاندکتر و هم مسافران اتوبوس را خیلی آسان میکند. کارمای بینیم کارت که فقط که حرکت کن تو اصلا ویران نکنی تو مردمی خدا ما هست قبطشانده بازیو خاکو سخنی نقص کردی سخنی نیک کردی فهمونیم که همین چیز برای مین بعد همین با اتوبوس تو و منبع جای کارو تو برای خدمت کردن است. گفتم جوش بیاد کوچیکی که فهمونیم جوش بیاد اگه تو گپی سیاست که فهمونیم همه میفهمند. در شهر خوجند دوامی 2 ماه اینجانب فعالیت 90 اتوبوس موقتا قطع کرده شده بود. سبب از خدمت رسانی تکنیکی گذرانیدن اتوبوس ها و فرسوده شدن چرخ ریزینی آن می باشد. تا امروز در حدود شهر تنها 10-15 اتوبوس فعالیت می کرد، یعنی خدمت رسانی اتوبوس ها پورا قطع کرده نشده است. حالا بنا به معلومات مسئولین کارهای تعمیر و برقرارسازی 90% اجرا شده برای خدمت رسانی آماده است. ما بتون فعالیت ما قطع کردگیمون نه. ما تو قدر امکان اسباب نگران بودن سوزشواری اسباب گذراندن خدمت رسانی تکنیکی 10-15 اتوبوس تا 20 اتوبوس ما شهر بی اتوبوس ماندگیمون نه تامین کرده ایستاده بودیم. باز همین حساب اقلیمی تاجیکستان گرم بودن درون اتوبوس و داخل اتوبوس بسیار گرم بود. حساب همین ما اتوبوس ها رو بسیار آشان رو با شیشه های هواگذاردار یعنی که با اطلاع فورتوچکا دار عوض کردیم تا امروزه اون برای وای خدمت رسانی تیار شد. در شهر خوجند همگی 104 اتوبوس موجود است. از روی گفتی مسئولین در مدت کوتاه اتوبوس های از حرکت بازمانده پورا تعمیر شده برای خدمت رسانی آماده می شوند. گزارشی فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.